اگر شما و پارتنرتون با دوست اجتماعی مخالف هستید، این کاملا برای من روانشناس پذیرفته شده است. اما اگر میخواهید که دوست اجتماعی داشته باشید، باید این چند نکته رو حتما دقت کنید. نکته اول، شما و پارتنرتون باید نظرتون در این مسئله با هم یه جور باشه. نکته دوم، شما نمیتونید با شریک عاطفی سابقتون دوست اجتماعی بشید. نکته سوم، حتما پارتنرتون باید از وجود دوست اجتماعیتون باخبر باشه و به دفعات مکرر با هم رفت و آمد یا ملاقات داشته باشن. نکته چهارم، اگر بین شما و دوست اجتماعیتون روابطی وجود داره از نوع پیامک، پیام، تلفن یا هر چیزی، حتما باید پارتنرتون در جریان باشه، وگرنه همین مسئله میشه مصداق پیمان شکنی. و نکته آخر، ما قرار نیست با دوست اجتماعیمون در مورد مسائل و مشکلات رابطمون درد و دل بکنیم که خود این درد و دل کردن با فردی خارج از رابطه ممکنه باعث یک سری مسائل و خدایی نکرده پیمان شکنی بشه.